سلام بچه ها، من مایکرافت اچ هستم و امروز با یکی از ویدیوهای دیگم اومدم کنارتون. این آموزش هم درباره ساختن آسانسوره. اول بگم که چه چیزهایی لازمه. آسانسور واقعا هم بالا میره، خیلی جالبه. یه بلوک، هر بلوکی باشه، یه کلید، خلاصه یه بلوک، یه کلید پهن، یه کلید اینجوری، یه در، یه چراغ و یه کامنت بلاک. حالا کامنت بلاک رو برای خاطر این آوردم که رمز داره. حالا رمزشو بزنیم، اینجا میریم، اینجا می نویسیم اسلش گیو. ببینم، نه از ساین نوشتم، من باید اسلش می نوشتم. گیو فاصله از ساین پی فاصله کامنت بلاک. کامنت بلاک. حالا اسپلش هم کنم اسلش جی آی وی ای فاصله ادساین پی فاصله سی او ام ام ای ان دی، یه فش بذاریم، خلاصه بی ال او سی کی. خب حالا کامنت بلاک رو به همون داد. بریم سراغ آموزش. ویدیومون هم که زد میشه. من فقط کامنت بلاک مهمه. اولین چیزی البته که بگم، باید برین روی تنظیمات، ستینگ. قسمت ستینگ یه چیزی هست، یه دکمه باید فعال کنید که چی بهش میگن، مکانتون رو بهتون میگه. اونم اینه، شاو کوردیناتس، نمیدونم چی. خب حالا این خیلی مهمه، اینجوری این باشه. خب بریم بعدی. نگاه کنید. این یعنی مکان شما، وسطیه ارتفاع و فکر کنم نمیدونم چی. خب و غیره. بریم سراغ آموزش. اول یه خونه میسازیم. ویدیومونم خیلی طولانی میشه فکر کنم. خب حالا ول کنیم، قد فکر کنم بس باشه. نه خیلی کوچیکه. خب حالا من یه دقیقه ویدیو رو استوب میکنم که این خونه رو بسازم. خب بچه آمدم، حالا یه خونه ای درست کردم که روزش بکنم. خیلی تاریکه. اینم یه اندرمن. وای اندرمن، اینقدر از این اندرمن ها بدم میاد. واو، این چیزی نیست، این دره بالاست، از اینجا میتونم برم. خب حالا میریم داخل خونه. حالا من خیلی تزیینش نکردم، وقت نداشتم، گفتم زود بریم سراغ آموزش. اینجا مثلا میریم توی در آسانسور. اینجا باید بنویسیم اسلش تی پی ادساین ای. ببخشید، من حالا باید برو کنار اینجا ببینم چیه وایسادم من. منفی 29 منفی 22 9 منفی 5. نه این نیست. ببخشید من یادم رفت یکیشونو. ای بابا. خب حالا اینو می نویسیم. لعنتی، نباید این کارو میکردم، یه جای دیگه باید میذاشتم. خب وایسید یه لحظه، من اینجا بذارم، همینو دوباره بنویسم اسلش تی پی ادساین ای ضبط میکنه. بله، ادساین ای منفی 22 9 منفی 5. با تو برو بیرون دیگه. خب یه کلید اینجا میذاریم. وای اینا کجا اومدن؟ اینا اون دکمه ها رو زدن اومدن داخل. بابا ولمون کن.
بابا شوخی کرد. ای بابا عجب مزرایی هستن اینا. اسب از کجا اومد؟ برید کنار پلش. خب اگه بزنیم خوب میبینید الان اینجا هستیم. حالا میریم اینجا. داره اعصابم خورد میشه. اینا از کجا آمدن؟ ای بابا. خب یکم ویدیومون به هم ریخت. اینا رو کلن ببندیم. در اصلا نمیخوایم. بمیر پلشت کثافت بمیر. وای 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 ما در نمیخوایم بابا، در نمیخوایم. ولمون کن. غلط کردیم غلط. همین درا رو همین الان اینجوری میکنم. درش رو تخته میکنم دیگه نیان تو. برد. خب همونطور که میبینید منو اینجوری میبره. این حسابم خورد شده واقعا خیلی بد. برو بابا. بخشی ویدیو داره به خدا طولانی میشه به خاطر این چیزا. حیوان اومده. بابا خونی خودم نمیدم بری کنار. شکر خدا این وای وای. اوه 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 اوه. فهمیدم چرا. ای بابا یه اشتباهی کردم. من نوشتم ادساین ای. بابا نباید اینجوری می نوشتم. نباید. ادساین ای رو بیخیال. ادساین ای یعنی همه موجودات. ادساین پی بنویسم ببینم میبره. خوب یادم نیست. ببخشید. خیلی ببخشید. باید دیگه خیلی شما ببخشید. لطف بزرگی میکنید اگه ببخشید. من کلن قپات شدم. قپات. اوه دیگه هیچ حیوانی نمیاد. می نویسید ادساین پی. من نمیدونم چرا اینو اشتباه میکردم. خب بله حالا میریم طبقه دوم برای اینکه برای جای طبقه اول چیز بنویسیم. می نویسیم اینجا می نویسیم اسلش تی پی ادساین پی منفی 22. ارتفاعش رو فکر کنم 4. سب کن یه نگاهی بندازم. آره خودش. بعد منفی 5. منفی 5. خب حالا واسه اینم یه دکمه میذاریم. نگاه کنید. فقط بالا و پایین بالا و پایین. خب حالا اینقدر رفتیم بالا و پایین که سر و صورتمون سفید شد. خب دوستان این از آموزش امروزمون. اول بگم که من مایکرافتچ هستم که خودتون میدونید از اول آموزشم که گفتم. دومن که بگم حتما اگه از ویدیو من خوشتون اومد سابسکرایب کنید. نیومدم بکنید بازم. بابا بکنید. این سابسکرایب رو حتما بکنید. بعدش بگم ویدیو منو لایک کامنت و زنگوله بغل رو هم